درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم عالی باشید. من آریان هستم و اینجا آریان استرولوژر هست. اینجا یک کانال نجوم و ستاره شناسیه و من هم یک ستاره شناس هستم. عزیزانی که از قبل این کانال رو دنبال میکنن حتما نسبت به مطالب این کانال شناخت کافی دارن. امروز میخوام در مورد ایران صحبت کنم با شما. موضوعی که برای خیلی از شما عزیزان میتونه مهم باشه و بدون شک برای هر ایرانی آینده مملکتش و اتفاقات و حوادثی که ممکنه برای کشور ما پیش بیاد مهم خواهد بود. قبلا یک ویدیو در مورد مسائل ایران منتشر کرده بودم. ویدئویی به نام سال تهدید ایران بر اساس محاسبات نجومی چقدر است. این قسمتی از ویدئوی سال تهدید ایران هست. ماه ژوئن در 2025 ماه مهمی دیده شده، اما از قبل هم ما تاریخ مهمی رو داشتیم و اون هم تاریخی در سال 2024 بود. بنابراین خودتون بگم 2024 برج 4 یا برج 5 خیلی مهم هست و احتمال داره در ایران اتفاقی بیفته. نمیگم قطعی، دوستان نگن که تو گفتی اتفاق میتونه نیفتاد، احتمالش زیاده. احتمال در برج 5 اتفاقاتی بیفته در ایران. خب همونجوری که خدمتتون گفتم در 2024 به احتمال خیلی زیاد در ماه 4 یا 5 میلادی اتفاقات مهمی در ایران میتونست بیفته که در ماه 5 یعنی ماه می ما شاهد سقوط بالگرد آقای رئیسی رئیس جمهور ایران بودیم. اما این حادثه از کجا ناشی شد؟ قبلا در این مورد با دوستان عزیز صحبت کرده بودم. اورانوس مقابل اورانوس افتاده بود. اورانوس سیاره انقلاب هست، سیاره دگرگونی و تحوله و سیاره‌ای هست که میتونه ما بینش‌های ناگهانی بده. در مورد اورانوس اتفاقات خیلی مهمی رو در بسیاری از کشورهای دنیا میتونیم مشاهده کنیم که چقدر این سیاره میتونه مهم باشه. در این ویدیو اگر این ویدیو رو مشاهده بفرمایید، من وضعیت حکومت پهلوی رو با حکومت جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده بودم. اتفاقات مهمی در حکومت پهلوی افتاد به واسطه همین سیاره اورانوس که نشانه‌های سقوط حکومت پهلوی رو ما میتونستیم از این سیاره برداشت کنیم. و اما مجدداً اورانوس در آسمان به همون شکلی قرار گرفته که منجر به سقوط پهلوی شده بود. الان اورانوس بعد از گذر سالها مجدداً به نقطه‌ای رسیده که مقابل اورانوس شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته. در واقع در روزی که حکومت جمهوری اسلامی سر کار میاد، سیارات در وضعیت‌های ثابتی قرار دارن در خونه‌های نجومی و در صورت‌های فلکی. اما اون روز با عنوان یک تصویر ثبت میشه. روزهای بعدی اورانوس حرکت میکنه و میره تا در شرایطی قرار بگیره که اورانوس موجود در آسمان در حال حاضر مقابل اون اورانوسی که در اون زمان ثبت شده بود به صورت زاویه 180 درجه قرار بگیره. در واقع مخالفت یک اورانوس انقلابی با یک اورانوس انقلابی دیگه و این اتفاق در آسمان افتاده. الان اولین واکنشی که ما نسبت به اورانوس داشتیم منجر به سقوط بالگرد آقای رئیسی شد و اورانوس تو حرکت‌های راجعه یعنی برگشت به عقب مدام برمیگرده و دوباره به سمت جلو حرکت میکنه. در واقع به این حرکت میگن حرکت رتروگرید سیارات. اورانوس به عقب حرکت میکنه و مجددا به سمت جلو حرکت میکنه و مدام این اتفاق یعنی رویارویی اورانوس قدیم با اورانوس جدید اتفاق میفته. اولین بار سال 2024 بود. الان در 2025 مجدداً در ماه ششم یعنی در ژوئن ما میتونیم این مقابله رو داشته باشیم. همونجوری که در همین ویدیو اشاره کردم که قطعیتی در کار نیست و احتمال داره که در ماه می 2024 اتفاق نیفته، ولو که اتفاق افتاد و ما شاهد این حادثه بودیم، باز هم عرض میکنم که هیچ چیزی در نجوم قطعی نیست، بلکه ما نقاط قوت رو میتونیم بررسی کنیم. نجوم یک علم هست و یک وحی منزل یا حکمی قطعی نیست. بنابراین در حال حاضر در آسمان در سال 2025 مجدداً اون اتفاقی که در ایران در ماه می پیش اومده بود و یک حادثه مهم و رقم زده بود رخ خواهد داد و من از الان دارم خدمتتون میگم به احتمال خیلی زیاد با توجه به وضعیت فعلی ایران و اقتصادی که در حال افول و در وضعیت نزولی قرار داره ما میتونیم شاهد شلوغی‌های زیادی در ایران باشیم. اتفاقاتی که میتونه منجر به یک قیام بشه یا یک اعتراض در سطح وسیع. کاملا این موضوع امکان پذیر هست. اینجا دوستان همونطور که میبینید دوباره اینجا ما 180 درجه رو داریم 2026. پس برج 5 2025 حدوداً
برج 6 2025 و برج 6 2026 تاریخ‌های بسیار مهمی هم و احتمال اتفاقات مهم در ایران وجود داره. خب این وضعیت بسیار مهم خواهد بود و اما دلایلی وجود داره غیر از این موضوع که 2025 احتمال اعتراضات مردمی بالا میره. اون هم وضعیت زودیاک هست. اگر مبدأ رو بخوایم در نظر بگیریم 11 فوریه 1979 یعنی 22 بهمن سال 57 که در ساعت 12:00 وقت تهران چارت جمهوری اسلامی شکل میگیره، ما متوجه میشیم که خورشید مقابل ماه هست. ببینید خورشید در جمهوری اسلامی در روز شکلی جمهوری اسلامی مقابل ماه هست، اما یه خورشید بیمار با درجه 22 که این خورشید بیمار من بعدها توی چارت آقای محمدرضا شاه پهلوی من اونجا نگاه کرده بودم و عرض کردم که یک نفرین رو برای کشور ایران پدید میاره سقوط ایشون. دلایلی وجود داشت، دلایل نجومی که خب بعدها واقعا اتفاق افتاد در ایران و وضعیت ایران رو به پیشرفت نرفت، بدتر شد، روز به روز شرط اقتصادی بدتر شد و وضعیت مردم بدتر شد. و ذات چارت 22 بهمن یعنی خورشید مقابل ماه. میبینید ماه در نشان شیر هست و خورشید در نشان بهمن هست. این یک موضوع خیلی مهمه. اما چرا؟ خورشید جایگاه لئو، یعنی خورشید سیاره حاکم بر نشان شیره. خورشیدی که بر نشان شیر حکومت میکنه، خورشید جاشو به ماه داده، یعنی خورشید اومده تو نشان بهمن قرار گرفته. نشان بهمن هم نشانه چیه؟ انقلابه. چرا؟ به خاطر اینکه سیاره حاکمش اورانوسه. یعنی این سیاره اورانوس با خورشید میبینید زاویه داره، در پیمان چالشیه. بذارید اول اینو بهتون بگم و بعد سراغ اورانوس میریم. خورشید درجه 22 داره و جایگاه ماهو نمیپسنده، یعنی میگه که تو اینجا نباید قرار بگیری، اینجا جای منه. بنابراین بین ماه و خورشید دشمنی هست، یعنی بین احساس که میشه ماه و بین ابراز وجود یعنی پویایی و تحرک و حیات یعنی خورشید، یک حرکتی ایجاد شده به نام اپوزیشن که خورشید و ماه در مقابله با همدیگه در 180 درجه قرار گرفتن. بنابراین یک حالت نحس ایجاد میکنه، کاملا نحس، و در اسپکت ها که نظرهای نجومی این حالت نحسیه. ماه نشانه مردم هست و خورشید نشانه حکومته. بین مردم و حکومت یک پیمان برقرار شده که این پیمان نحسه. در واقع اگر خورشید تو نشان لئو بود و ماه در نشان بهمن بود شاید این وضعیت پیش نمی اومد و وضعیت کشور ایران رو به پیشرفت میتونست بره. اما خورشید در نشان شیر قرار نگرفت، یعنی در نشان باستانی حکومت ایران قرار نگرفت. همه ما میدونیم که نشانه باستانی حکومت ایران، سرزمین پاک ایران، خورشید در نشان شیر. در واقع شیر و خورشیدی که میگن از اینجا اومده. حالا خورشید در دشمنی با نشان خودش افتاده، یعنی ماه اومده جاشو اشغال کرده. یک احساس اومده خورشید رو بیرون کرده. احساس مردمی در اون زمان خورشید رو از جایگاه خودش اخراج کرده و خورشید به نشان بهمن ما تبعید شده و انقلاب شکل گرفته. بنابراین بسیار بدیهی هست که وضعیت ایران خلاف آنچه هست که روح ایران میخواد و به همین دلیل است که ایران پیشرفت زیادی نکرده، مگر در زمینه نظامی که در واقع بتونه در مقابله با دشمن‌های خارجی فقط ظاهر بشه که اون هم برای مردم ایران و منافع مردم ایران به لحاظ تامین معیشت آنچنان تأثیری نداشته و کمکی مردم عملا نمیکنه. متوجه شدید که اینا از کجا آمد؟ خب حالا بریم مقابله رو نگاه کنیم، مقابله یا ترانزیت. من خدمت شما دوستان عزیز گفتم که برج 6 2025 میتونه مهم باشه. ممکنه 1 ماه 2 ماه بالا پایین داشته باشه، چون حرف از اورانوس داریم میزنیم. اورانوس یک سیاره بسیار کندروه با حرکت بسیار کند که ممکنه 1-2 ماه بالا پایین داشته باشه. در مورد آقای رئیسی هم احتمال داشت که 1 ماه یا 2 ماه جابجایی داشته باشیم، ولی این اتفاق به احتمال زیاد میتونست بیفته. خیلی خوب. حالت ترانزیت حالتیه که سیارات در حالت زنده، یعنی در حالت فعلی آسمان نسبت به گذشته مورد بررسی قرار میگیرن. در چارت جمهوری اسلامی ایران اورانوس در نشان اسکورپیو یا عقرب هست، درست؟ اما اورانوس الان کجاست؟ در سال 2025 در برج 6 کجا قرار میگیره؟ این حالت ترانزیته. وقتی نگاه کنید میبینید که اورانوس تقریبا مقابل اورانوسه در اینجا. این نرم افزار به خوبی نرم افزار گنزیلا دیتاها رو به نمایش نمیذاره. اونجا من توی نرم افزار گنزیلا کاملا به صورت دقیق تاریخ‌ها رو نشون دادم خدمت شما. خب اورانوس مقابل اورانوس میبینید اینجاست، کاملا مقابل هم دیگه. و نکته مهم اینجا خورشید و ماه هم روبروی همدیگه میافتن. ماهی که با نپتون گره خورده، نپتونی که رؤیایی هست، به خیالات اشاره میکنه، به آرزوها اشاره میکنه، آرزوهای بزرگ، و مقابل خورشید افتاده در خرداد. حدوداً خرداد ماه میشه.
اما چه معنایی داره؟ خورشید در نشان جمینا یا نشان خرداد قرار گرفته و ماه در نشان ساجیتاریوس یا کماندار قرار گرفته. اما هر کدوم از اینا معناشون چیه؟ نشان خرداد ماه و نشان آذر ماه جفتشون معنای خاص خودشون رو خواهند داشت. نشان خرداد سیاره حاکمش عطارد هست، سیاره ارتباطات، و عنصرش هوا هست. به یک نوع زیرکی اشاره میکنه، چرا که کسانی که عنصرشون هوا هست مثل خرداد، مثل مهر ماه و مثل بهمن ماه میتونن آدمای تیزهوشی باشن. از ضابطه ها و مفاهیم مهمی که در مورد نشان جمینا یا خرداد داریم ارتباطات، کنجکاوی، انعطاف پذیری و دوگانگی هست. ارتباطات نشون میده که اونا میتونن خوب ارتباط برقرار کنن. در مورد کنجکاوی اونا میتونن بسیار کنجکاو و جستجوگر باشن و سعی کنن که چیزهای جدیدی رو یاد بگیرن. در مورد انعطاف پذیری اونها میتونن توانایی سازگاری با تغییرات و شرایط مختلف رو داشته باشن. و در مورد دوگانگی در شخصیت اونهاست و ممکنه که در برخی از مواقع متضاد هم دیگه باشن. و اجتماعی بودن و ذهن فعال داشتن. البته خب اینجا نگاه کنید، خورشید در این نشان قرار گرفته، نشانی که به نشانی دوگانگی، تغییر پذیری که اون انعطاف پذیری میشه و دوگانگی. کلا نشان جمینا در آسمان به دو تا برادر اشاره میکنه به نام کستر و پولوکس که داستان خودش رو داره در علم میتولوژی یا اسطوره شناسی. اما خورشید مقابل ماه افتاده. در این زمان خورشید مقابل ماه افتاده. اما بذارید که نشان آذر یا ساجیتاریوس رو برای شما تشریح کنم و بعد این اختلافی که بین ماه و خورشید هست معنا شما با هم دیگه مرور کنیم. نشان ساجیتاریوس یا نشان کماندار به آزادی خواهی اشاره میکنه، خیلی مهمه. به ماجراجویی اشاره میکنه، به فلسفه اشاره میکنه و روابط اجتماعی. پس نشان جمینای ارتباط و کنجکاوی و انعطاف پذیری بود و به دوگانگی اشاره میکرد، یعنی افکاری که میتونه دوگانه باشه. و در حالی که کماندار به آزادی و ماجراجویی اشاره میکنه و آزادی خواهی، و اینا مقابل هم دیگه افتاده. یعنی یک تفکر شکل میگیره، احساس شکل میگیره که این احساس دنبال آزادیه و خورشید در نشان دوگانگی قرار گرفته. آزادی که در پی یک فکر هست، یعنی جامعه میتونه به این سمت بره که مردم تفکر بیشتری رو به خرج بدن و اول با یک دوگانگی مواجه بشن در شرط فعلی. و نشان جمینایی که نشان انعطاف پذیری بود دیگه انعطاف پذیری رو بر نمیتابه، چرا که خورشید مقابل ماه افتاد. یعنی ماه نشانه درون هست و خورشید نشانه بیرون هست، یعنی بین درون و بیرون دیگه تضاد ایجاد میشه، تضادی که از یک دوگانگی نشأت گرفته و دوگانگی که به دنبال یک آزادی خواهی است. متوجه شدید دوستان؟ حتما که متوجه شدید. و این یک نشانه مهم هست که مردم به سمت یک ذهنیت جدید حرکت خواهند کرد، ذهنیتی که در اون ماجراجویی هست و آزادی خواهی. و میدونید که نشان آذر از محدودیت ها بیزارن. کسایی که آذرمایه هستن اینو میدونن که از محدودیت متنفرن، از کلیشه متنفرن، از اینکه آزادیشون محدود بشه. توسط افرادی که حتی تلاش کنن که این آزادی از اونها سلب کنن، از همه اونها متنفرن. بنابراین حدس و گمان به این سمت هست که به احتمال خیلی زیاد ما شاهد اتفاقات مهمی در سال 2025 برای ایران خواهیم بود. بازم عرض میکنم هیچ گونه قطعیتی وجود نداره، ولی تمام احتمالات بر این هست که 2025 برای ایران مهمه و ما میتونیم شاهد اتفاقات مهمی در ایران باشیم. و اما یک گذر مهم هم داریم از سمت ونوس با پلوتو که ونوس در اپوزیشن یعنی مخالف پلوتو قرار میگیره. این یک نشانه مهم در نجوم هست و نشانه یک فقدان هست، چرا که ونوس نشانه درمانگریه و نشانه شفاست و نشانه عشقه. و عموما در مورد ونوس میتونیم به یک علاقه مشترک اشاره کنیم. چون این چارت برای جامعه ایران مورد بررسی قرار داده میشه، گذر ونوس از پلوتو میتونه نشانه از دست دادن یک شخصیت مهم هم باشه و یا یک مرگ مهم که خب یک احتمال هست. همونجوری که پلوتو مقابل مارس قرار گرفت در ابتدای سال 2025، پلوتو در اپوزیشن با مارس قرار گرفت که گفتم خدمتتون بسیار چنین چیزی هم سابقه است و هزاران سال پیش اتفاق افتاده بود. مارس راجع در مقابل پلوتو موجود در آکواریوس و مارس در نشان لئو یا مرداد. این رو میتونیم به عنوان یک احتمال داشته باشیم. اما روی نقشه کشورها هم که نگاه کنیم، خورشید و ماه به هم دیگه میرسن در سال 2025 در ماه ژوئن و از تهران عبور میکنه. این خورشید و ماهی که میبینید به هم دیگه میرسن، منظور به این نیست که در کنار هم دیگه در قران قرار بگیرن. یعنی در آسمان زمانی که شما مشاهده میکنید خورشید و ماه رو در کنار هم دیگه ببینید، این نشانه اپوزیشن هست، نشانه مخالفت ماه و خورشید. از تهران هم رد شده، از کنار تهران میبینید در واقع به تهران اشاره میکنه. مخالفت در قلب پایتخت. احتمالش هم هست ما اخباری از مصر هم بشنویم، اخباری از افغانستان و پاکستان هم بشنویم و اتفاقاتی از ترکیه هم از
استانبول می‌بینید که اورانوس عبور کرده، میتونیم از ترکیه هم اتفاقات جدیدی و اخبار جدیدی در واقع به گوش ما برسه، چرا که اورانوس نشانه انقلاب، نشانه تغییر و تحوله و این رو هم یک احتمال بدونید. همینطور در نزدیک سودان التقای مارس و اورانوس رو داریم، این منطقه میتونه شلوغ بشه و حتی تونس، چرا که خط پلوتو هم مارس رو آلوده میکنه در قسمت تونس و الجزایر. گره سرنوشت هم کنار خورشید در خط بین خورشید و ماه قرار گرفته، این منطقه ایران هم مهم میشه. احتمال یک جدال و درگیری رو در این ناحیه، در ناحیه خلیج فارس و عمان، دریای عمان میتونیم داشته باشیم. اما اینجا رو ببینید، پیمان اورانوس و پلوتو هم در تورنتو داریم. در کانادا هم میتونیم شاید اتفاقات مهمی باشیم، کما اینکه آقای ترامپ هم مدعی شده که کانادا میتونه ایالتی از ایالت‌های کشور ایالات متحده باشه. این نکته رو در نظر داشته باشید که سیاره پلوتو جزو سیارات محدودی هست که زمانی که در نقشه آستروکارتوگرافی، یعنی این نقشه‌ای که هم خدمتتون دارم نشون میدم، زمانی با یک سیاره دیگه‌ای برخورد میکنه، اون سیاره رو آلوده میکنه، در واقع خواص پلوتو روی اون سیاره میفته. خیلی خوب، الان پلوتو در نشان آکواریوس هست، درست؟ از کانادا عبور کرده، از تورنتو، نزدیک تورنتو برخورد کرده به اورانوس و اورانوس هم اومده از واشنگتن رد شده. اورانوس آلوده میشه. اورانوس نشانه انقلابه. ما میتونیم شاید اتفاق مهم باشیم که چون به پایتخت ایالات متحده اشاره میکنه، این اتفاق مهم میتونه یه اتفاق در سطح ملی باشه. ممکن آقای ترامپ باشه یا هر شخص دیگه‌ای. و پلوتو در نجوم سیاره مرگ و ویرانیه، سیاره مرگ و میره، سیاره مرگ و زندگی هم میتونه باشه. اما در حال حاضر پلوتو در آسمان وارد خونه 9 جمهوری اسلامی شده، تا مدت‌ها در خونه 9 جمهوری اسلامی میمونه. ممکنه مغز متفکر این اتفاق از سمت ایران باشه، چون خونه 9 در نجوم خونه ذهن برتره، در واقع نبوغ خونه‌های 12 گانه میشه خونه 9. و چون پلوتو وارد نشان آکواریوس شده، ممکنه این تغییر و تحول از سمت ایران باشه، چرا که پلوتو در خونه 9 قرار گرفته و در نشان آکواریوس افتاده. می‌بینید، یعنی در جایگاه اورانوس قرار گرفته. امیدوارم که دوستان عزیز متوجه این موضوع باشن، به خاطر اینکه کسی دانش‌های نجومی نیازه تا حرفای من راحت‌تر درک کنید. پلوتو در جایگاه قرار گرفته که متعلق به اورانوس. الان در چارت ایالات متحده می‌بینید که پیمان پلوتو اورانوس به هم دیگه میرسه. می‌بینید، یعنی در واقع دو خط اورانوس و پلوتو به هم دیگه میرسه و از واشنگتن عبور می‌کنه. در واقع اورانوس آلوده میشه توسط پلوتویی که در خونه 9 جمهوری اسلامی قرار گرفته و احتمال داره که اتفاقی برای آقای ترامپ هم بیفته. این در نظر داشته باشید. این چارت و این آسمان کاملا اشاره می‌کنه به اینکه اتفاقات مهمی برای ایران در راهه. ممکنه یک مرگ مهم، اتفاق مهم احتمال اتفاق بر ایران یا سقوط حکومت ایران رو کم کنه، یعنی یک اتفاق دیگه‌ای سپر بلا بشه برای اینکه برای حکومت ایران خود اتفاقی بیفته. اون اتفاق در همین زمانها بیفته، در حدود ماه ژوئن یا در تابستون، و جلوگیری کنه از اینکه اتفاق مهم برای ایران بخواد بیفته، که این بهش میگن تغییر سرنوشت، یعنی چیز دیگه‌ای بلاگردان چیز دیگری خواهد شد. اما احتمال برای شلوغی ایران بسیار میتونه بالا باشه. در همون حوالی هست که در آسمان اگر نگاه کنیم می‌بینیم که ونوس به اورانوس رسیده، اورانوس کنار ونوس افتاده. ونوس نشانه مردمان ایرانه، کنار اورانوس که میفته حالت انقلابی پیدا میکنه. در نشانه گاو، نشانه تهاجمی گاو چه نشانه‌ای در آسمان؟ نشانه شاخ زدن دیگه. گاو یعنی شاخ زدن، نشانه ویرانی و نشانه تهاجمه. جوپیتر هم یعنی سیاره‌ای که در 1 اپریل 1979 یکی از تاریخ‌هایی که جمهوری اسلامی ایران سر کار میاد، در چارت ایران درجه بدی داره، درجه نحسی داره. اون در پای این صورت فلکی میفته، یعنی توسط این صورت فلکی له میشه. یک جوپیتر نحسی در آسمان در چارت جمهوری اسلامی وجود داشته، توسط این پا له میشه. حالا کمی عقب‌تر که بریم کنار خورشید قرار میگیره، هم میسوزه هم له میشه. یک گذر خیلی مهم میتونیم داشته باشیم در آسمان، اتفاقات خیلی مهمی پیش بیاد و مارس وارد نشانه شیر شده، نشانه لئو یا شیر که نشانه ایران باستان هست و مارس نشانه جنگه، خشونت، ویرانی، شلوغی، کشمکش و نزاع و درگیریه. اگر در همون تاریخی که خدمتتون گفتم، ماه ژوئن، 11 ژوئن، حالا یکی دو سه روز بعدش، چند روز بعدش نگاه کنید، مارس کنار ستاره رگولوس میفته، یکی از ستاره‌های پادشاهی، یعنی مارس کنار رگولوس میفته. احتمالی که در ایران اتفاقات خیلی مهم بیفته، این احتمال رو تقویت میکنه. به هر حال این یک بررسی نجومی هست و همونطور که میدونید مقاصد سیاسی هم نداره، یک بررسی هست و احتمالات رو نشون میده و من هم به بیان اون احتمالات برای شما دوستان عزیز پرداختم. اینم بهتون بگم که جوپیتر در کف پای در واقع نشانه جمینای، نشانه دو پیکر، به نشانه اتفاقات هولناک یا بلایای طبیعی هم هست.
ممکنه در یکی از نقاط کره زمین یک زلزله خیلی مهیب بیاد و کشتار زیادی داشته باشه و امیدوارم که هیچ وقت برای ایران اتفاق نیفته، چرا که سال 2025 هم برای ایران، کشور ایران، یک سال زلزله خیزه. باز هم میگم که یکی از چیزهایی که میتونه جلوی اون زمین لرزه بزرگ رو بگیره که حالا خیلی اون زمین لرزه رو متوجه تهران میدونن، فعال شدن آتشفشان دماونده. دلایلی وجود داره که پشتوانه نجومی داره که اون رو هم در آینده به احتمال برای شما به صورت ویدیو ارائه خواهم داد. من این ویدیو در مورد زمین لرزه‌ها ساختم که اونو پاک کردم، همین باعث نگرانی عزیزان شده بود. بیش از 30 زمین لرزه مهم دنیا رو من نگاه کردم، شاید بیشتر، 40 یا 50 زمین لرزه بود که من بررسی کردم و نشانه‌های مشترک در آسمان دیدم. یکی از این نشانه‌ها جوپیتر در کف پای جمینای هست یا سیارات کندرو مثل اورانوس، مثل پلوتو، مثل جوپیتر و گاهن حتی مارس در کف پای جمینای یکی از نشانه‌ها بود که حالا نشانه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که شاید در آینده به اونها پرداختیم و دوباره من اون ویدیو رو برای شما منتشر کنم. در این حال از حضور شما بزرگواران متشکرم، از اینکه این کانال رو لایک و سابسکرایب میکنید، به مطالب علاقه نشون میدید و این هم برای من قوت قلبی است تا بتونم ویدیوهای بیشتری رو خدمت شما بزرگواران تقدیم کنم. لایک شما و کامنت های شما به رشد و ارتقای این کانال کمک میکنه. ممنون میشم که چنانچه این ویدیو مورد پسند شما عزیزان بوده، پای این ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتر این ویدیو پیشنهاد داده بشه. به زودی و مطالب جالبی در خدمت شما خواهم بود. مطالبی در مورد ایران و جهان و مطالب اسرارآمیز در مورد نجوم و آنچه که ممکنه پاسخی بر سوالات و شبهه‌های ذهنی ما باشه. از حضور شما مرخص میشم و مثل همیشه تا درودی دیگر، بدرود.